بیا پای قبضا کشیده و قبضا نشد خوبه؟ یا بخور برای استارت دادن ها خب اون بعضی‌ها با پای جلو استارت می‌زنی ولی ضربه اصلی رو با پای عقب می‌زنی ما هر چی ضربه می‌زنیم پای عقب پا می‌زنیم خب پای عقب رو زیاد بلند نمی‌کنیم چرا هم می‌تونیم دفاع کنیم هم حرکت با خودت تو ضربه بزنیم خب تو دفاعی نمی‌کنیم چرا دقیقاً مثل آشورایی میگه میشه از این کار کنیم پای جلو بزنم خب پای جلو پای جلو یه واسه این جلوی دست می‌ذاریش میاد جلو دست به خودش بچه وقتی عقبی چه احتیاجی نداری خب یه ذره برام چپ می‌ذارم با زیاد پشتم نباشه با تو عرضشونه بین آخر عرضشونه باید واسه یه ذره واسه یه ذره پارو واسه کن یه ذره نزدیک‌تر کن هم نزدیک‌تر یه ذره پاکرش میشم کمر تو بچرخ کنی نگاه اینجا کمر رو می‌ذاری خب وقتی ضربه می‌زنی اینجا کمر داری دیگه خب ما ضربه کمر باید چی کمر بچرخ کمر واسه می‌چرخه ضربه رو واسه پام واسه با ضربه خب ضربه می‌چرخه اما شما کمر تو بذار رو جلو مثلا بتونی چی همه تو ببندی حالا دیگه تو چرا دوبار باید هر آن میتونی پای جلوش هم بزنی پای جلو با دست روش اینو همیش بردی برو با این هستی یا دست فقط فرد پای چپ فقط پای چپ پای راست کار نه آره برو فعلا پای چپ آره پای راست کار نه دست راست اینجوری که دست راست بازدارم چیز زد دادم قرمزا رو اصلا هم موقع من خواستم بیام قبلش تو بزیاد دیدم شب چجوری ببندی ببندیم حالا دست بغل سر دست پایین نشه ولی دست پایین این محافظ سرت جونته ضربه سنگینش ها چرخشیاشو کوپای چپشو اینا رو چجوری نگه می‌داری خب
وقتی این بچسبه اینجا بچسبه نه تصفن نه تو اینا تو نگاه من نگاه کن خب آره تو گارد واسه بدن یه ذره بچسبه خب اینجوری تو گارد من خب سر ذره میگی تو یه ذره خب این اینجا خب اینم اینجا درسته شما اگه اینو اینجوری بچسبی به هم چونشو هر چقدر هم بزننت فقط میخوره بریم اینو بچسبون بچسب به صورتت که دیگه ضربه یارو این دست من اینجاست خب وقتی اینجا بیان ضربه بزنی یه ضربه از اون میخوره این ضربه خودم پس این دست اینجا دست چپ دست راست دست عقبه خب سوراخش هم رو به رو اینجاست هر چقدر هم که کتک می‌خوری یه ذره میاد بالاتر ولی چشت از من اینجوری چشت گرفته خب این سوراخای دست میاد بالا اینجا برگشت زری داری کمرت نمی‌چرخه خب وایسا دست پا چپ حرکت دست باش بره دست اینجوری نگه نده دست حرکت دست حرکت کنه حالا به هر شماره خب که گفتم تو گاردینگ خب داره حرکت می‌کنه فکر کن مثلا داره با حرکت کنه حریف میاد ازت زیر بگیره خب تا میاد بهش میگن اسپرو خب گفتم با شماره شما میگم رو مشت دستت خب میای پایین من میام برای زیر خم زیر شما نمیذاری من بگیرم زیرم بگیر واسه زیر بگیرم میری پایین سر شما زیر از من بگیر من میرم پایین خب کمر میدی بالا دوباره بالا میشه دست پا برو بالا بالا پای جلو پای عقب کن پای جلو حرکت کنه یک سریع بیا بالا سریع بلند شو سریع بلند شو چسب بلند ندارین چسب برق خب بذار رقص پا کن رقص پا کن رقص پا کن پای نرسه رقص پا پای چپ جلو دست راست عقب بغل فک دست چپ جلو عین پات میره جلو میاد عقب عین پات میره جلو میاد عقب میره جلو میاد عقب حالا استفتش میکنم میخوام ضربه زدن چپ رو یاد بگیری خب چسب همه رو برده بودم چسب بام همه رو آسان مرا شرکت باز کرد یه میگه اگر عرق کردیم با اینا چسبش دیگه درد نمیکنه باید سیمنو بریم دستش هم بنیان برو باید نستم دست چپ بالا دست چپ دست حرکت نمی‌کنه دست اینجا فقط دست جلو اینجا دست جلو یک دو وایسا رو گارد بگی آشن گاردت بازم نگاه گارد شما خوراک هشیگارایی یعنی چی؟ یعنی حریف از این بزنه زیرا یا پات بزنه میخوری زمین خب اینجوری باید میشید گارد زد باید باز میکنی یه ذره بیشتر باز کن زانات رو به رو سر جفت زانا رو به رو حالا شد حالا چرخیدی سمت گارد خب دست عقب بغل فک دست عقب دست جلو هم داری هر بخوای ازش میتونی استفاده کنی شما نگاه کن دست راست به من ضربه بزن دست راست بزن نیاد اینجا دست از هر جا که ضربه میزنه چرا تو ضربه زدن این تک تو داره نیاد اینجا نگاه کن تک گازه باشه چیه باشه نداریم تمرین خب اینجا خب آروم دست نیاد اینجا فقط چپ بخوای بزنی من راست فعلا نمیخوام بزنم واسه رو گار زانوات دوباره سمت من آفرین حالا جفت پا همین جفت پا همین حالا پا چپ جلو پای چپ حالا با پای چپ دست میاد جلو این دست اینجاست اینم میاد اینجا خب اینجا برو یک دو سه چهار نشو گاه زانو رو برو
خب حالا اینجا درسته؟ حالا یه وجب میاد جلو، یه وجب پاتو بذار جلو، یه وجب اینجا میپری درسته؟ باید این استایلت باشه. این استایلت باشه. خب این ضربت رو هم میخوره. خب این ضربت رو هم میخوره. خب دوباره پا جلو. حالا دوباره پا رو جمع کنی. این تکون نمیخوره ها. این دست بده اینجا. آره. دوباره یک آروم بزن. 1 2 نیاد اینجا. 1 2 1 2 1 2 گفتم کمربند اینجاست. خب وقتی میخوای چپ بزنی فکر کن زیر پات یه بار سیگار انداختی، میخوای سیگار رو خاموش کنی. چیکار می‌کنی واسه پاتو میپیچونی؟ نه نگاه پای جلو تو میپیچونی یه ذره رو پنجه پات سیگار رو خاموش کنی. خب من اینجا خب واسه گارد اینجا خب اینجا واسم خب میزنم پام پام. حالا میریم جلو بزن پام. دست اینجاست برمیگرده پام. 1 برو 1 بازم چک نگاه کن داری توی ضربه چپ تو ضربه چپ خب میدونم تو ضربه چپ زدن هر کسی نمیتونه بدل بزنه ولی چند تا تکنیک داره. حریف چپو که میزنه خب اشتباه اینه که بیای تو. خب ما جا میندازیم میریم بیرون، چون بیایم تو اینور میریم واسه این، ولی این ور بریم دیگه نمیتونه به ما بزنه. خب وقتی که میای اینجا خب از اینجا پک میزنیم کاری به اینجا نداریم نشه. خب این اگه پای نباشه پک، ولی وقتی ببینم اینجا گاردی چونات دسته است خب دفعه بعد یه دونه بهترم میخرم میام تو از آن هوک بهت میزنم. میدونی آن هوک بهت میزنم، ولی این از اینجا چت در نبر. این چت یعنی چپ که میزنی پام این کار میکنه این اینجا 1 2 3 رو گارد واسه رو گارد یه پاتو بیا باستر میذاره بین زنگ کوزاچی